هستم و شما را به نوید بامدادی روز 28 ایون بار دیگر آشنا میکنم، چون طبعا میبینید مشکلات فنی امروز خیلی زیاد است و شروع میکنیم از خبرهای نوین تاجیکستان و جهان. دیروز در تاجیکستان روز وحدت تجلیل شد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در روبروی هزارها نفر از اشتراکداران جشن وحدت ملی در شهر کانی بادام ولایت سوخت گفت که حکومت سال 1997 با اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک مذاکرات صلح کرده بود، نه حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی. او شامی 27 ایون گفت که ما هیچ وقت با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان حجت امضا نکردیم. این نکته مهم را تمام مردم تاجیک باید دانند، گفت او. 21 سال پیش روز 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو با سرپرستی سازمان ملل متحد میان حکومت و رهبریت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک سازش صلح بسته شد. این سازشنامه را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان امضا کردند. بعد این 30% مقام های حکومتی را به نمایندگان مخالفین دولت دادند. گروه های مسلح مخالفین یا خلع سلاح شدند و به زندگی آسایشته برگشتند و یا به صف ارتش پیوستند. حالا در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی ممنوع اعلان شده، همیشه خود را یک طرف صلح دانسته و گفته است که حکومت به تنهایی نمیتوانست به وحدت ملی برسد. این حزب پس از حادثه سال 2015 در کشور حکومت را به نقض سازشنامه صلح نیز متهم کرده است. و توجه کنید به خبر دیگر. 4 شهروند تاجیکستان که پس از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت مدافعه به این کشور فرار کرده بودند بازداشت و به دست مقامات تاجیک سپرده شدند. این شهروندان تاجیکستان در منطقه بدخشان افغانستان پناه برده بودند. معلوم نیست که این نفران در افغانستان به کدام گروه پیوستند، اما آنها به منطقه بهارکی بدخشان افغانستان بازداشت شدند. یک نفر از پیوندان افراد استرداد شده در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تقریبا 1 ماه قبل بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شدند و همه‌شان زاده موضع یزغلام ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان بودند. به قول همصحبت ما افراد بازداشت شده محمد نوروزوف، پرویز نظریبکوف، محمود رحمت خدایف و عبدالجبار سیدلوف هستند. توجه کنید باز هم به خبر دیگر. دادگاه در شهر بغداد اجازه داد که عایشه دختر 17 ساله تاجیک همراه با طفل نوزادش از عراق خارج شود. قرار دادگاه روز 27 ایون صادر شد و مادر و کودک باید امروز به تاجیکستان برگردند. عایشه اسلانова ساکن شهر دوشنبه که پدر و مادرش را در عراق از دست داده است، ماه پیش در یک تولدخانه بغداد طفل به دنیا آورد. ماه اپریل 2 برادر و یک خواهر خردسالش به تاجیکستان آورده شدند، ولی بنابر حامله بودن او اجازه پرواز نشد. منابع رادیو آزادی میگویند که زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت در مرافعه عایشه اسلانova شرکت داشت و حالا تلاش دارد کودکان دیگر یتیم را از عراق به وطن برگرداند. مسئولیت بازپس گرداندن کودکان تاجیک از عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر دوش دارد. ضمن شخصیت 10 کودک دیگری تاجیکی پدر و مادر را در جنگ های عراق از دست دادن به مقامات تاجیک معلوم شده است. منبع گفت تعداد کودکان یتیم تاجیک در بغداد به 20-25 نفر میرسد. دادگاه های عراق در چند ماه اخیر بیش از 20 پرونده زنان تاجیک را بررسی کردند که اکثرا با خود کودک داشتند. آنها با همکاری و همزیستی با گروه تندروی دولت اسلامی متهم میشوند. قانون‌های عراق برای همزیستی اختیاری با جنگجویان دولت اسلامی جزای سنگین پیش بینی میکنند. و توجه کنید به خبر دیگر. پرزیدنت ولادیمیر پوتین به وزارت امور داخله و وزارت مهنت روسیه دستور داد که دریافت حق اقامت روسیه برای شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی را ساده‌تر کنند. برتری به آنها داده می شود که زبان روسی را میدانند و خواهش کار و زندگی در این کشور را دارند. در این باره سامانه رسمی کرملین روز 26 ایون دستور نشر کرد. مهلت اجرای سفارش تا 31 آگوست سال روان مقرر شده است. پیشتر ایگور زوبوف معاون وزیر امور داخله روسیه اظهار داشت که تلاش دارند ترتیب دریافت شهروندی روسیه را ساده‌تر کنند. ضمن در سال گذشته بیش از 29,000 شهروندان تاجیکستان نیز صاحب شهروندی روسیه شدند. در مجموع در دوام 20 سال اخیر از روی آمار رسمی تا 500,000 تاجیکان صاحب شناسنامه‌های روسی شدند و بخشی از آنها مقام دو شهروندی نیز دارند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین
در ملاقاتش همچنان روز چهارشنبه دیروز با جان بولتون مشاوری امنیتی ملی کاخ سفید گفت که مسکو هیچگاه برای مقابله با واشنگتن تلاش نکرده است و پیشنهاد کرد که گام ها که روابط دو کشور را برقرار میکنند بررسی می شود. طور مطبوعات روسیه از قبل ولادیمیر پوتین می نویسد سفر بولتون به مسکو امیدواری ها را به وجود آورده است که جانب ها می توانند برای برقرار کردن روابط کاملی نو قدم های نخستین را پیاده کنند. پیش از این سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته بود که پوتین در مذاکرات وضعی حزن‌انگیز رابطه های دو جانبه را در میان میگذارد. نشست مطبوعاتی جان بولتون با خبرنگاران و ساعت 7:30 وقت مسکو برنامه‌ریزی شده است. احتمال می‌رود که در این نشست او مکان برگزاری ملاقات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ را اعلان کند. و نهایتا خبر آخرین توجه کنید. بالاخره امروز در قوه آزمایی‌های جام جهانی فوتبال 4 دسته آخرین 16 یک نهایی معلوم می‌شوند. دیروز قهرمان سابق جهان آلمان بازی با کره جنوبی را با حسابی 1-2 به پایان رسانیده از ادامه شرکت در جام جهانی محروم شد. دیروز شویتسیا، مکزیک، برزیل و شویسریا به دور خبر و نویدهای دیگری ما باقی